بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه آموزش‌های حسابداری مدارس بعد از ثبت سند افتتاحیه، معمولاً اولین سندی که باید توی حسابداری ثبت بشه و حالا اولین برداشتی که از حساب مدرسه انجام میشه مبلغ تنخواهگردان مدیر هست. خب همونجور که توی دستورالعمل جامعه مالی هم که داریم و هر استانی طبق نظر امور مالی اون اداره کل تصمیم گیری میکنه در رابطه با حالا مبالغ تنخواه و حالا قوانین و مقررات مربوط به اون. تنخواه وجه در گردشی که در اختیار مدیر قرار داره و جهت هزینه های خرد مثل حالا اگر مدرسه شبانه روزی باشه هزینه خرید نان، یا حالا مدارس عادی مثل هزینه های آب، برق، گاز، باید خب به هر حال اینا به صورت اینترنتی پرداخت بشه و از یک کارت پرداخت بشه. هزینه های خرد که مدرسه داره انجام میده خب باید یک پول در دست مدیر باشه و بتونه با اون این هزینه ها رو پرداخت کنه. معمولا این پول که در اختیار مدیر قرار میگیره با عنوان تنخواهگردان شناخته میشه. یک سقفی داره برای مدارس که توی هر سال تحصیلی توسط اداره منطقه تعیین میشه و با یک نرخ عرف مدارس میتونن تو اون سقف برداشت کنن. خب بریم ببینیم نحوه برداشتش به چه صورت هست و حالا با من همراه باشید. خب برای برداشت تنخواهگردان همونجور که گفتیم اولین بچی که معمولا از حساب مدرسه برداشت میشه و اولین سند بعد از سند افتتاحیه سند برداشت تنخواه هست. خب شما چک مدرسه رو آماده میکنید. توی قسمت ته چک خب اطلاعاتی که خودتون لازم دارید رو حتما بنویسید. معمولا تاریخ رو حتما بنویسید. نام گیرنده رو خب مدارس ما با بانک ملی کار میکنه، بانک ملی بنویسید و بابت هم بنویسید که بابت چی برداشت شده این پول، تا بعداً که اگر بازرسی خواست اون رو بررسی کنه بدونید که این مبلغ برای تنخواه برداشته شده و مبلغی هم که قراره برداشت بشه از حساب مدرسه طبق اون سقفی که اداره شهرستان تعیین کرده خب اینجا بنویسید. خب توی نوشتن چک اینجا شما تاریخ چک رو می‌نویسید، مبلغش رو همینجا به حروف می‌نویسید. در بچه این قسمت خیلی مهمه. الان که چک‌های مدارس ما دیگه الان 99% مدارس چک‌هاشون سیاری هست. اینجا دقت کنید که باید نوشته بشه در بچه آموزشگاه، حالا در بچه اداره اگر هست در بچه آموزشگاه فلان بابت تنخواه. توی چکاتون حتما بنویسید بابت چی، چون یک سری مشکلات حقوقی بعضن پیش میاد که این بابته میتونه خیلی کمک کننده باشه در آینده برای شما. بابت تنخواه مدیر مدرسه، مبلغ اینجا نوشته میشه، پشت مبلغ حتما بسته بشه، یا حالا اگر از این ور می‌نویسید جلوی مبلغ حتما بسته بشه که امکان تغییر نداشته باشه. و حالا اون دو نفری که صاحب امضا هستن که مدیر امضای اصلی رو داره و حالا نماینده معلمان و نماینده انجمن یکیشون اینجا امضا میکنن، پشت چک رو هم امضا کنن و در سامانه صیاد چک ثبت میشه. چک های تنخواه چون مبلغشون دقیقاً معمولاً با همون مبلغ مجوز چک برابر هست، یعنی اگر توی یک سال مجوز چک برای چک‌های زیر مثلا میگم 5 میلیون تومان نیاز نباشه، برای تنخواه هم نیاز نیست. معمولاً نیاز به برگه مجوز چک ندارن. حالا بستگی داره به اون نامه‌ای که در ابتدای هر سال امور مالی منطقه به مدارس میزنه. اما حتما صورت جلسه دستنویس همراه چک داشته باشید که تاییده هر 3 نفر نماینده انجمن، نماینده شورای معلمان و مدیر آموزشگاه در اون قرار داشته باشه که بعداً وقتی توی نرم افزار اسکول اکانتینگ ثبت میکنید اون صورت جلسه رو جایگزین این صورت جلسه دستنویس حتما داشته باشید. خب وقتی که چک رو نوشتید، ما الان به فرض ما اینجا اومدیم چک رو نوشتیم، چجوری این رو باید ببریم بانک؟ حتما باید ضمیمه این چک یک فیش 560 هم باشه. فیش 560 رو حالا میتونید از بانک بگیرید و دستی بنویسید توی 2 نسخه، میتونید هم از نرم افزار فیش 560 ما استفاده کنید. به فرض مثال من حالا چک‌های قبلی با اینجا نوشتم و شماره چک جدیدم 200-303 هست. توضیحات اول رو معمولاً خب تو همونجور که توی نرم افزار اینجا راهنمایی کردیم من از توضیحات قبل کپی میگیرم. معمولاً شماره چک رو باید بنویسید. من الان شماره چکم 200-303 هست، الان جا میکنم 303
و بعد از اون شماره حساب مدرسه رو می‌نویسم. توی توضیحات دوم فیش 560 لازمه که بنویسید بابت چیه قرار این پول بابت چی پرداخت بشه و من می‌نویسم بابت پرداخت تنخواه مدیر مدرسه. و حالا اگر تنخواه رو به صورت مرحله‌ای پرداخت میکنن توی مدارس که تنخواه رو تجدید میکنن حتما لازمه که بنویسید مرحله چندم هست و اگر تنخواه اولتون هست حتما بنویسید مرحله اول تا برای مراحل بعدی هم شماره گذاری کنید. در آخر سال اگر قرار بود گزارشی بگیرید بتونید بدونید که این تنخواهی که پرداخت شده به مدیر برای مرحله چندم بود. توی توضیحات سوم لازمه که کد ملی مدیر نوشته باشه که من حالا از اینجا کپی میکنم و اینجا مینویسم. نام صاحب حساب که همون نام مدیر هست اینجا قرار میگیره. شماره حساب بانک ملی مدیر رو اینجا قرار میدید و مبلغ هم که معمولا سقف تنخواه گفتیم خدمتتون توسط اداره تعیین میشه و من این رو ثبت میکنم. خب اینجا چک فیش من ثبت شد. برای چاپش من میام همین رو فیلتر میکنم تا فقط همین فیشی که میخوام برای تنخواه هم چاپ بشه و چاپ فیش رو میزنم. همونجور که گفتم فیش 560 رو میتونید حالا یا دستی بنویسید یا با استفاده از نرم افزار. به این صورت هست که توی 2 نسخه آماده میشه و اون اطلاعاتی که ما لازم داریم اینجا قرار میگیره. توضیحات اول، توضیحات دوم و توضیحات سوم. یک غلط املایی ما اینجا داریم که من این رو اصلاح کنم بابت پرداخت تنخواه مدیر مکتب و این رو ویرایش کنم. خب توضیحات اول دوم سوم اینجوری قرار میگیره و همه اطلاعات توی فیش هست. این فیش رو من چاپ میکنم برای متصدی بانک. معمولا اگر فیشا تعدادشون زیاد بود یک لیست هم میگیرم و ضمیمه چک هم میکنم. چک رو به اضافه این فیش ها بعد از اینکه توی سامانه صیاد ثبت شد به بانک میبرید و اون رو پاس میکنید. نحوه ثبت این پرداخت تنخواه و همچنین ثبت چک سعیدی در سامانه صیاد رو حتما توی آموزش‌های بعدی با هم خواهیم داشت. چون حالا این آموزش طولانی نشه تا همینجا رو داشته باشید. حتما ثبت چک در سامانه صیاد به روش درست اون برای نهادهای دولتی و همچنین ثبت تنخواه رو در سامانه اسکول اکانتینگ در آموزش‌های بعدی قرار میدیم.